گندو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی ماما؟ من اومدم یهو دیدم تو نیستی. گندو گندو چی شده؟ سلام ماما. گندو چی؟ دوستم نداری. فای از کجا تو مریض بودی قصه میخوردم گریه میکردم دوست دارم. من مریض بودم تو قصه میخوردی گریه میکردی؟ پس چرا من نمیدیدم قصه میخوردی ماما؟ کجا قصه میخوردی؟ کجا قصه میخوردی؟ رو تخت وقتی تو خواب بودی من میرفتم بیرون گریه میکردم که نشنم. صحبت من با شما اینه جا آقای بهزاد گیلک ولنتاین برای من چی خریدی؟ کجا بودی تا حالا؟ ولنتاین اولا که کلا من خودم و همه زندگی متعلق به شماست. یک کادو فلانی که سر جاست. ببین یعنی میخوام بگم اون بچه زرنگا رو دیدین؟ این از اونا هم زرنگتره. آره برو من آره برو دارمت. اولا که خودم و تمام زندگی متعلق به شما. بعد یک قسمت کادو نمیدونم شاخ گل و فلان و بیسار شکلات اینا که مال یه رسم و رسوماتی که خیلی هم بد میده خوبه اشکالی نداره. حالا این یه چند قدم جلوتر از بچه میفرمودید. آره تو حرفا نمیپری محکم. نه بفرمایید. بعدش هم میدونی من اصلا انتظار کادو ندارم که من دنبال کادو نیستم اصلا. خب میدونی اجازه بده من امروز واقعا داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که بهترین کادو برای من چیه تو روز عشق. نگاه کردم صادقانه با خودم نشستم فکر کردم به این نتیجه بهترین کادو برای من اینه که واقعا خوشحالم میکنه. واقعا میتونم بگم که یه کادوی ارزشمند برای من خب داره پر اینه که خب تو خوشحال باشی، تو و دخترم خوشحال باشی. ولی برای من کادو آیفون گندو این چه مدل شما؟ چند شب پیش بابام اینا میخواستم بیان خونه ما. بعد من کار پیش اومد برام و خلاصه قسمت نشد بیان. ساعت 10 شب خواب بودن. حالا تو پذیرایی هم خوابیده بودن که یه دفعه بابام هی صداهایی میشنوه و اینا بلند میشه میبینه که یه نره غول وسط پذیرایی وایساده. یعنی تا چشاشو وا کرده پا شده. اونم بابامو دیده. فکر میکردن خونه نیستن نمیدونم یا با چه فکری رفتن تو نمیدونم. جالب اینجاست که بابام اینا طبقه سومن. بعد اینا از نمای ساختمون رفتن 3 طبقه بالا. خیلیه ها این تا کجا پیش رفتن رفتن بالا سرشون. خلاصه بابام پا شده و دنبالشون کرده و پلیس و اینا. حالا ما عید مسافرت نمیریم. بله یعنی چی ماما؟ نقره‌گول یعنی چی؟ نقره‌گول نرقول یعنی چی؟ بگو یعنی چی؟ نقرقول یعنی آدم بزرگ. گولاخ. میدونی روز دوستیه؟ روز دوستیه؟ یعنی چی روز دوستیه؟ یعنی
دوستا باید برن خونه هم دیگه. راست میگی؟ تو الان خونه هستی میخوای بری؟ خونه کی؟ نه عجیل نه. میذاری؟ گندو تو به همشون گفتی که اگر نتونستی موهاتون رو درست کنیم بگی من براتون درست کنم؟ هاشا میگه خیلی خوشگل شده ببینمه. سیب زمینی ها خیلی خوشمزه بودن. مرسی که درست کردی. حتی میتونستم بدون سس هم بخورم. مگه سیب زمینی مامان من درست کردم برای تو مامان؟ آره. نه اونا برای غذا. سیب زمینی سرخ کرده های غذا رو برداشتی خوردی؟ گندو حتی بدون سس هم میتونسته بخوره. کار بد کردم. از این به من کاراتو گوش بده دیگه. دمی در ما گیش نکن. حلافه شده بودم تو نبودی. دلم برام تنگ شده بود. اخ فدای دلت بشه من مامان. الان خوب شدی اومدم مردم برات ماما. قربونم. بله چرا منو نبردی آرشگاه؟ منم موامو خوشگل کنم. الان قهری باها؟ نه فردا میبرمت. خوبه؟ پهلوون دندم اومده میخواد با من مچ بندازه. جرزنی نکن. بنداز. جرزنی نکن. فکر کن یه اتاقه. خب من و بابا گیر افتادیم توش داره میسوزه اتاقه. خب بعد تو میخوای یکی از ماها رو میتونی نجات بدی، من یا بابا رو. کدوممون نجات میدی؟ مامانه. چرا؟ من چرا نجات نمیدی؟ میخواستم تو رو کباب کنم بخورم. چند تا سوال میپرسم، اگه درست جواب بدی جایزه داری. فهمیدی؟ اولیش اینه که اون عطر من هست سیاهه که شبیه کفشه، اون نیستش. اونا گذاشتم تو کمدم. کمد خودت؟ چون هرچی میگردم پیدا نمیشه. بعد یه سوال دیگه، اتکلونه میگم چیز کو؟ اون کنترل تلویزیون چند وقت نیست. انداختمش بیرون. کجا؟ انداختم تو کوچه. راست میگی؟ چرا؟ بابا راست نمیگه. فکر نمی‌کنم. چرا؟ شوخی میکنم. سر کار میگم. میخوای باور نکنی؟ برسه دوست نداری باور کنی؟ نه نمیخوام باور کنم. شاتوت اینجا افتاده. چی افتاده؟ شاتوت اینجا افتاده. شاتوت؟ ای نه شاتوت نیستش، پیپیه. پیپیه چیه؟ پرنده. ای شاتوت. من بدون شونه برم به شونه احتیاجی ندارم. من بدون شونم خوشگله. به شونه چی نداری؟ احتیاج ندارم.
تستیه